این نود امکان داریم توسط نمایش باز به یکی از مواضع‌های جالب دقت کشورمان سفر نماییم. اینجا یکی از منبع‌های بزرگی آب مصفایی تاجیکستان است. کولی سرز. سرز کولی است در موضع بلندکوهی بدخشان تاجیکستان که در بلندی 3250 متر از سطح بحر واقع گردیده است. درازی کولی سرز 62 کیلومتر، پهنایش 13 کیلومتر، ژرفه‌اش تا 500 متر است. متخصصان تخمین میکنند که حجم آب آن 17 میلیارد متر مکعب بوده، وزنش به حساب میانه به 19 میلیون تن برابر است. بغیر از رود مرغاب که از دریای اقصی افغانستان سرچشمه میگیرد، در این کل 17 رودی خرد و 16 رودی کوچکی مفصلی میریزند. آب اضافی اساساً از روی سد به پایان جاری می شود. این کل ساعت 11:15 شب 18 فوریه سال 1911 بر اثر یک زلزله سخت و افتادن کوهپاره به سر راه رود مرغاب پدید آمده است. در پی این زلزله دهه اوسای در بدخشان تاجیکستان زیر خاک و سنگ مانده، از تمام ساکنانش تنها یک پیرمرد و 2 پسر بچه زنده ماندند و 57 نفر در زیر کوهپاره جان خود را از دست دادند. تمام حیوانات خانگی آنها نیز تلف شده بود. شدت دقیق این زمین لرزه تا به حال مشخص نشده است. در جای افتاده کوهپاره اوسای کولی بزرگ پیدا شد و دهه سرز را به کام خود فرو برد. با گفته اکثر عالمان جغرافیشناس و اقلیم شناس، کولی سرز به وضع جغرافی و اقلیم نه تنها کوهستان پامیر بلکه تمام آسیای مرکزی تأثیر بنیادی گذاشت. امروز کولی سرز همچون منبع به همتای آب نوشاکی که از زمره مسائل مهم جامعه جهانی است نظیر ندارد. این است که جهت استفاده عاقلانه آن برنامه‌های مخصوص حکومتی کشور راه اندازی می‌گردند و امید است که این موضع زیبای سیاحی و مکان نادر سالها به تاجیکستان خدمت خواهد کرد.